میلیون نفوس افغانستان داریم، بیادر 10 میلیون است، بیادر سواددار 30 میلیون کلش بی سواد است. خداوند خوب بزرگ. خودم مرده سگ هم در دست ما گرفتیم، باز هم میگیریم. مگه مردم همه که احساس کنن که احساس وطن دوستی کنن. یک دانه چی 2 روپیه 3 روپیه 4 روپیه غریبی است. تو همی کراچی که همیشه است تربوز گرفت در روی زمین انداخت، گفت ما برو نشوارولی خودش جمع میکنه. این بر ما مهم نیست، وظیفه ما است که هر چی کنه ما جمع کردیم. چند داخل میکنین معمولا روزانه؟ روزانه در این شرایط که ما میبینیم 500 600 بالا نمیشه. السلام علیکم بینندگان عزیز، وقت شما بخیر باشه. امیدوار هستم هر کجای هستین جور صحت سلامت باشین، خوش و آرام باشین، خنده بر لب داشته باشین و در هر کشور زندگی میکنین آبتان سرد، نانتان گرم و غم و غصه از دلکایتان دور باشه. هموطنان عزیز، شعیب امیری هستم و شما را خوش آمدید میگم به برنامه امروز ما. و امروز دوستان عزیز آمدیم به یکی از بازارهای گرم شهر کابل، جایی که هر آن چیز بخوایم اینجا پیدا کرده میتونیم. بخصوص در این منطقه یک بازار خیلی گرم از میوه و ترکاری است که به قیمت خیلی ارزانتر میوه و ترکاری اینجا به فروش میرسه. اینجا دوستان عزیز 2 دلیل داره که میوه و ترکاری نسبتا ارزانتر است. اولا که این ساحه نزدیک به مارکت است و موضوع دوم اینجا مردم علاقمندی زیاد نشان میده که بیان از خرید کنن، چون اما هر جایی که بازار جمع جوش داشته باشه یک ذره قیمت ها ارزانتر می باشه. یک نفر به خاطر نفر دیگه یک ذره فروشات زیادتر باشه چند رو ارزانتر میتن. دوستان عزیز امروز ما در ساحه سرای شمالی شهر کابل آمدیم، جایی که یکی از مناطق مهم شهر کابل است و اینجا دوستان عزیز جای است که همین سرک که در مقابل ما شما میبینین، از همین سرک تمام ولایت‌های سمت شمال را به کابل وصل میسازه و امیر سرک را که شما میبینید مستقیم میره به طرف سرک هتل که تازه سرکشون ریزی شده و همچنان از اونجا دیگه به طرف سمت شمال میرن که طرف تخار، بدخشان، کندوز و تمام ولایت‌های سمت شمال و همچنان سرک دیگه هم که در کنار ما هست، سرک است که به طرف چهارراه مارکت و همون مسیر ها میره. زیاد معلومات ندارم، مسیرها گفتم دیگه خودتان میفهمین دوستان عزیز. و ما هم خواستیم امروز بیاییم گزارش خود دقیقاً از این ساحه آغاز کنیم و ببینیم که وضع کاروبار هموطنان ما چطور است. من پیش از این گزارش ما شروع کنم از خدای میخوایم که همین کاروبار کلشان رونق داشته باشه، کاروبارشان جور باشه تا بتونن یک لقمه نان صحیح سر سفره خود ببرن و بر فامیل خود یک نان همونطور درست سر انشاءالله آماده کنن. گزارش خود انشاءالله از اینجا آماده میسازیم، آهسته به طرف پایین تر میریم. اول همراه این رفیق ما صحبت میکنیم که خوب همای مزه‌دار آورده. خسته نباشی. سلام علیکم. چی حال دارین؟ سلامت هستین؟ شکر خدا خیر بخیر. قربانت سلامت باشی. از کجا هستین؟ ننگرهار. او ولایت زیبای ننگرهار، ولایت همیشه بهار، ولایت سرسبز، ولایت گرم ما. تشکر. همه تر هست. از کجا ننگرهار هستین؟ رسوالی گوشته. گوشته. بسیار خوب. امار از کجا آوردین؟ همای پاکستانی. پاکستانی و مارکت آوردم. هم در طرفای جلال آباد خو کشت نمیشه دیگه، درختش غرس نمیشه. پارسه ما دیر کم پختور است. در جلال آباد هم کشت میشه. جلال آباد که همون اشتا خو کم دی ډیر روز رسیږي کنه اوس نه رسیږي. دا پاکستان کې د څه ځای نشته چې هم ګرم یا یخي وای شي. بسیار خوب. چطور است قیمتای هم چطور شده؟ والا خد ان شاء الله گزاره کوي. قیمتا بالا رفته پایین اومده. مارکت کی قیمت دلته فروش دی ارزانه دی. در مارکت قیمت است. اینجا فروش ارزان است. فروش ارزان. چند غریبی داره هر دانه یزی؟
یک دانه چی 2 روپه 3 روپه 4 روپه غریبی است. 2 روپه 3 روپه 4 روپه. و به خدا خوب بزرگ است. روزی رسان خداوند است. همین که ما شما میبریم که بیا کار کنیم یک چند روپه دمی جیب بیا اموش کلام گپ. مرسی. مرد سکتا سلامت باشی. تشکر. ما من چهار از این طرف به طرف پایینتر دوستای عزیز میریم که ببینیم وضعیت پاییناش چطور است. اینجا هم دیگه همه تو ترکاری های بسیار مزدار همه طور تازه که بیاین همه تازه خوری کنه دوستای ما. چی حال داری وطندار خوب هستین؟ سلامت هستین انشالله؟ شکر هستم. مرد سکتم برام بده. نامت؟ جواد جان. بچه جواد جان؟ بچه فرزا کدام؟ طرف شمالی؟ بسیار خوب. بادرنگ میفروشی؟ چطور است قیمت ها؟ خوب هستم. بادرنگ های فارمی هست اینا؟ از بادرنگ های وطنی نوردی؟ نه. چی یک بویک دارم بادرنگ های وطنی؟ نه از او کده این خوب است. یه خوب است بازم یک بویک خاص دیگه داره. چطور است قیمت ها باز؟ قیمت ها هست که همه تو کیلو 20 از 2 کیلو 30. کیلوش 20 2 کیلوش 30. کیلوی 20 بفروشی برای چند غریبی میمونه 2 کیلو رسی بفروشی چند میمونه کیلو 20 برا خو یک 40 روپه غریبی میکنه اگه کیلو 30 برا سیرش اومده کیلو ما گفتم هم پاکتش هم گفتم از پاکت محاسبش کردی بسیار خوب برو شکر است که همین کارتون میشه زیر آورده بودی چه قیش سواشته تا بالا یک 20 تا آورده بدم دیگه نمیش مانده دیگه 20 سویدار شده یا خدا خوب بزرگ است تا کمی اول هفته و دیگه فکر کردم وسط هستم تا که هفته و بخیر بشنم یک دانه از این نمانه کارش بخیر بفروشی زنده و سلامت باشی مرد سکت مرد بریم انشاءالله به قسمت های پایین تر دوستای عزیز که بازار قسمت های پایین تر چطور است یه هم خربوزه هم مزدار است و هم یک بوی خیلی خوشایند داره همین رقم است وطندار من از این خربوزه بوی زیاد خوشم باز میاد خوب هستین شما سلامت هستین انشالله بخیر هستین بخیر باشید چطور است قیمت ها خب به پیسگی است دیگه انجینر صاحب دیگه همین جیب که پیسه نباشه مرزان قیمت دار آدم معلوم میشه پیسه که نباشه دیگه حالا مشکلات توکل اگه بیا خداوند خوب بزرگ است اسمتان علیم خان هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی سیدون کوهستان بسیار خوب کاکا علیم خان بخیر بسیار خوب مصروف چیکار بار هستین کاکا جان والا فعلا بیکار هستیم فعلا بیکار بله خانه کجا است خانه کاپیسا است قبلا چیکار میکردی قبلا در پلیس بودیم ما فعلا بیکار هستیم در اتحاد فعال وزارت داخله هستیم دیگه یگام مزدورکاری میکنیم دیگه توکل به خداوند بزرگ است خدا کنه که ان شاء الله بخیر دوباره شما رو موقع سر کارایتون ان شاء الله دوباره پس کار شروع کنیم وطن خدمت کنیم 11 ماه میش انجام میکنیم دیگه به سرنوشت هستیم دیگه خداوند بزرگ است دوباره پس شما رو به کار جذب کنه و دوباره پس بتونید به وطن خدمت کنید بخیر باشیم ما در خدمت مردم هستیم امروز طرف کابل خیلی اومدیم مریضی داشتیم اومدیم مریضی همیشه کار داشتیم مال پس وطن شفا باشه چی مشکل داشتیم مخیش های ما مریض بود خبر گرفتن همون شفاخانه مالی مال پس وطن بسیار خوب کابل آمدین بله اگر جای نیست خیش قوم نیست بریم امرای ما میمان ما باشیم و خدا اینا موفق باشیم چی امر خدمتتون باشیم تشکر از شما که در خدمت مردم هستید ما خو وظیفه داشتیم و باز ما در خدمت مردم هستیم سابق هم بودیم حالی هم هستیم قربانتان سلامت باشین خیر باشید مردستان هر وقت خوش بر شما میخوایم همون تا جسد از طرف پایین میریم این ترکاری هم خوب تازه معلوم میشه کدام ترکاری است کاکا جانی؟ این چیز است این ترکاری است که مثلا در وطن ها اینجا لشمک میگن در اینجا در وطن ها لشمک میگن اینجا خلفه میگنش خلفه بسیار خوب در طرف های وطن لشمک میگشه در طرف های وطن لشمک اینجا خلفه میگشه بله از کجا هستین کاکا جان؟ ما خودم از پنجشیر شریف هستم ولایت زیبای پنجشیر چی آب و هوایی داره چی کوههای داره چی توت تلخانه داره چی آدمای همونطور
نیک مبارک داره. خودتون خوب هستید، خودتون با ظرفیت و شخصیت هستید، جوان وطن ماست. نور چشم هستین زنده شما. باشید، سلامت باشید. هم یه خلفه میفروشین یار من مارکت میخریم. این از مارکت میاریم اینجا ورزه میکنیم سودا میکنیم. بسیار خوب. دسته چند دسته بود کاکا جان همین؟ یا شب دیگه اوجا ببین 200 و 1.5 برای ما فایده میمونه و اوجا باز فرق میکنه سیرش و طولش. همین دسته چند میره میفروشین با؟ اینه که ما میفروشیم 15 میفروشیم 10 میفروشیم 5 میفروشیم نرخش دیده. این باز اندازهش فرق میکنه. ما طول میگیریم اینجا که دستکی با سودا میکنیم. خب اوجش ما طولکی میخریم. اوجا طول 200 2.5 میخریم با اینجا 10 یا 15 یا 5 با سودا میکنیم نرخ جوری دیده. بازارتون چند غریبی میمونده یک کراچی رو سودا کنه. والا بدر دی کراچی خو کاری که ما میکنیم خدا وسیله میکنه کار چیزی نیست مقصد در بام پیدا کنیم میم بیزور بام پیدا کنیم میم خو مقصد این کار دست و دان است. دست دان است دیگه چیزی نمیشه. یا خدا بزرگ است. خدا بزرگ است خدا امید داره. بشک. چیزی در تقدیر ما باشه. خداوند شکرگزار هستیم که خودش داریم. خودش داره جون ما جور است است. همین آدم به یک مشکل سر میخوره خدا را دارم به خدا میسپارم. دیگه این موضوع بودیم دل آدم صبر میته. کلون صبر دیگه که کلون زندگی نیمی سرمایه ما شما جون جور است. بشک. ایمان ما. بشک هم ایمان داریم اگر می گپ آدم نگه بشک خداوند است خداوند بزرگ است. یعنی میگه به دل ما یک تسلی میته اگر دلای مردم میترخه. با ایمان باشید. بخیر باشید. سلامت باشین. خوب هستین کاکا جان؟ سلامت هستین؟ این مردم هم بسیار دوستشان دارم. اینا که هستن قهرمانای نارنجی پوش ما هستن. سلامت باشین وظیفه ما است. سلامت خوب هستین بخیر سلامت هستین ان شاء الله زنده و سلامت باشین. تشکر از شما که مردم یک باشین دل مردم خوش میکنین. جان سپاس است محبت کردین لطف کردین. اسمتون پرسان نکردم. مهراب الدین. مهراب الدین جان. بله اسم مهراب الدین است. در شاروالی. در شاروالی هستم ولی چند سال خدمت میکنین به شاروالی؟ 6 سال است خدمتگار هستم ولی بسیار خوب بسیار خوب. چطور هستی؟ امروز کار امروز بابا بخیر میگذره؟ الحمدلله چه گزارم میکنیم دیگه خدمت میکنیم روزی الان میشه به مردم یک سهولت است همین بر ما افتخار است خدمتگار است بخیر باشین تشکر. مردم چطور شده؟ حالا جنگلی ها در روی سرک میندازن نمیندازن؟ والا واقعا خیلی خسته واقعا خسته شدیم. می حال یک تا می کراچی که میجه است تربوز گرفت در روی زمین انداخت گفت ما برو شاروالی خودش جمع میکنه. این بر ما مهم نیست وظیفه ما است که هر چی که ما جمع کردیم جمع میکنیم حتی کورش میکنیم با خدا ما مرده سگ هم در دست ما گرفتیم باز هم میگیریم مگه مردم هم احساس کنن که احساس وطن دوستی کنن احساس کنن مثل خانه احساس کنن وظیفه میگیریم در کل باید کشور این فکر در سیاهی پخش کرده یا خو میبینی یک مردم هستن میره خواهش میکنم از پیشان این خواهشان مال می دقیقه شاید مال می دقیقه برداشتیم مال قدس کراچی مگه میره بگیم اندازه دورش یک موضوع رو دوستا در نظر بگیریم اگر یک پلاس کمر یک برادر و یک پدر بزرگوار خم بشه که از زمین ورداره یک کمر و یک انگلی که ما او را میخوریم ما نو جانگیم در روی سرک اندازیم اما کمر یک وطندار دیگه ما خمش او را ورداره درست است وظیفه‌اش است وظیفه اینا است ما هم در این وطن هستیم ما هم انسان هستیم مسلمان هستیم درک کنیم دیگه کوشش کنیم که همین جنگلی ما را خیر است یک لحظه دست ما باشه به خدا کم نمییم امور یک جایی که یک سطل گلیافتی امور در سطل بندازن فکر مشکل نداره بندازن در یک جنگلی نه نیست سطل نیست درست در یک پلاستیک بانم ما در خدمتشان هستم میرم از دکانشان میجام از دکان کشیدیم گفتیم چون ما میرم از پیشتان در یک پلاستیک جمعش کنیم ما میبرم بام با ما کم شوم بام که پیش وجدانم ما خجالت شوم شما نشین زحمت خواهش میکنم این وظیفه وجدانی ما خدمت میکنیم سلامت باشید خواهش میکنم همچنان لطف میریم دوستای ان شاء الله به قسمت‌های که مازه کاروبار دوستای ما در اینا چطور است این جمعیت یک زردک تازه دوست ما آماده میکنه که میتور یک خم در سرش مونده که هر بخورم دل جگرش تازه شود خوب است میرن سلامت خسته نباشید سلامت باشید چیکار دارین فضل خداست امروز یک بابای گرم چطور هستی نگذره دیگه همین بابای گرم بس کاروبار شما یک ذره رونق می داشته باشه والا دیگه می است خو نمیمونن دیگه وضعیت ها خراب است یه نمیجا نمیمونن خدا بزرگت بشه همیشه حق میگم می نام بر یک فامیل نام میبره بیاین اول جای برشون مشخص کنین بازمی نخواد پس بینم نمیروی سرک اینو یک چیز ما برات میگم باشه که نمیال اگه کار باشه یک جای ما روز 300 بده ما 9000 یار در تایر از مودام بیادر فهمیدی که چی کنم تایر کراچی را
نان بیزتی است، بیابرویی است، چی به درد میخوره می؟ سعی که اگر نمیره اعلا بتیم مجبور دیگر راه نداره. نصف میلیون اگر 40 میلیون نفوس افغانستان داریم، بیادر 10 میلیون است، بیادر سواددار 30 میلیون کلش بی سواد است. خداوند خوب بزرگه. ایره اعلا بتیم دوزی شروع کنیم. خب بازم هم دولت مقصر است میگیرن. میگه والا خداوند بزرگ است. ان شاء الله میگم توجه کنید جای براتون مشخص نه باز راحت کار کنید. نگفتی گلاس چند سو زردک؟ 10 روپا. 10 روپا. یک گلاس. یک گلاس. والا بیشک به خدا. روزانه چند سیر زردک میاری باز؟ خب روز نمیبرایم دیگه، این وقت میمونم ما این وقت او هم که بعدا دل نادل میبرایم. همین روز چند سودا میکنی؟ روز یک 15 16 سودا میشه. سودا میشه. بله. بعد این 15 16 چند جور غریبی میمونه؟ 200 300 میمونه. برو شکر خداست که هزار بار شکر است. چی پیام گفتنی داری؟ پیام من میگفتنی من از به دولت خصوصا از دولت میخوایم یک کار زمینه مساعد کنه با ما که ما میراد کراچی را اعلام بتیم. اگر زمینه مساعد نمیکنی با نمی حالت غریبی خودمون. اگر میره اعلام بتیم خب بعد مجبور دوزی خد دست پرتیم. خیلی چی کنیم بس؟ خداوند بزرگ است. توکل الله خدا. میریم ان شاء الله دوستای زمین تا و طرفای پایان‌تر خیر میایم باز. اینجا هم دیگه لو اسباب بازی میفروشن. سلام کاکا جان قند. سلام علیکم. چی حال دارین؟ سلامت هستین؟ ردیش جور طرف کاوری مسای کنین. خوب هستی؟ قربانتون. اسم مبارک کاکا جان. حاجی گل آقا. کاکا لنگول. بسیار خوب. کاکا آجی گل آقا. آجا. بسیار خوب. کاکا جان چطور هستین؟ مصروف چیکاربار هستین؟ چطور که امروز اینجا آمدین؟ نه خوب از قره‌باغ آمدیم. اینجا پیش یک مرده بود. تیایش آمدیم. خداوند مغفرتشون کنه. از قره‌باغ آمدم. از خداوند مغفرتشون کنه. سلامت باشی، کامیاب باشی. چند سال هستی کاکا جان؟ 70 سال. 70 ساله. نام خداوند سر پایستی که از ما کرد. شکر دیگه کار خداوند تارات. همین زور ایمان است. بیشک زوری تلاوت است، زوری نماز عبادت، زوری خداوند تعالی بر امام قدرت هم میتا دیگه. خدا. بازم میگم نگفته نمانه شما آدمای قدیم بودین، هم روغنای زرد بود که نوشجان که این تا بالا سر پای نگاهتون کرده. عالی روغن نباتی کل رنگ خراب کرد. خالی خدای دای زمانه خو نباتی چی باشه، زورش چی باشه. روغن زرد که بیا بخشش ببانی در قاب در کاسه میگوی چیز بویش میره. نو از زور قوتش نباتی چی باشه، خدا میدونه چی جور میکنه. اینا متراسه که مردای قدیم که هست نام خدامو روغنای زرد خوردن که صبح تا شام در سر زمینا قلوا میکردن، اما تو پرشیمان بودن. سلامت باشی، کامیاب باشی که از می قدر ما پرسان کردی. خدا جور سلامت داشته باشه. درست. چی پیام گفتنی داری کاکا جان؟ چی گویم بیادر شکر. بسیار خوب پاچایی داریم. مرده نیست، زدن نیست، دوز نیست، قمارباز نیست. پدری را گم میکنن. دیگه چی بکنم؟ از خداوند را همینطور پاچا را میخواستم خدا داد. قربانت کاکا جان، بخیر باشی. وقت خوش برات میخوایم. هموطنان عزیز ما هم آهسته آهسته و قسمت‌های پایان‌تر میریم. شما هم چند تصویر بیننده باشید. شما رو دوباره خوش آمدید میگم به ادامه برنامه ما و ما هم آهسته آهسته از قسمت‌های بالای صحرای شمالی اما تو آهسته آهسته رفتیم بریم به قسمت‌های پایین که ببینیم بازارها در این قسمت‌ها چطور است. اینجا هم دیگه در کل بازار میوه خوش فروشی است و همچنان گیلاس و این همین چیزایی برس فرشویی و ناخونگیر و همین چیز هست. خوب است انشالله. شکر. سلامت چی حال داری؟ خیر هستین؟ با خیر باشید. قربانتان سلامت باشین. اسمتان؟ سلام الدین است. سلام الدین یا اسلام الدین؟ سلام الدین. سلام الدین. من اسلام الدین شنیده بودم. ما خود نه اما نام از سابق سلام الدین. سلام الدین. سلام الدین جان. چطور است کاروبار؟ خوب از مگذره دیگه، یک ذره نای حضرت بازار ما میته دیگه. خدا بزرگ است که ان شاء الله ما چطور است قیمتا؟ قیمتا دیگه خوب است دیگه، مناسب است دیگه به هر حالتش. همین دانه چند شده؟ چند نمی‌بازم همین غریبیش چند است؟ همین غریبیش 5 روپیه 10 روپیه زیاد کلا باشه 15 روپیه. 15 روپیه. از 15 روپیه من میگم خب یک زرک جاندار باشه 15 روپیه فایده کنه. دیگه 15 روپیه بالا غریبی نداره.
یک وقت فکر نکنم 5 روپا و 2 روپا هم داشته باشه. همین 2 روپا داره می 10 روپا قانونیش هست. 8 برتون تمام میشه. یا ما 8 روپا تمام میشه 8 تا ویژه بیاری. کرایه رایش بکش. که کرای رایش نان چاش تا بخور. این جنجال هفته و جنجال کراچیوانی شما امی شب که میرین طرف خانه چند داخل میکنین معمولا روزانه؟ امی روزانه در این شرایط که من میبینم 500 600 بالا نمیشه. 500 600 بالا. نه دیگه که ما 1500 میزدیم حالا دارید بزنه بکن 500 هم صحیح نمیشه. 500 600 چندش براتون فایده ایمونه؟ زیاد بانه 80 روپا 70 روپا بالا غریبی. خدا بزرگ از مرسی کن سلامت باش. میریم ان شاء الله تا قسمت‌های پایان‌تر که ببینیم بازارها در قسمت نوری سوی در گوش موتر است. بازارها در قسمت‌های پایان‌تر چطور است میبخشین. اینجا هم دیگه بازار چبلق فروشی، بوت فروشی، اما تو بوت‌های خوب لوکس هست دیگه. اون تا اینجا تو خوب ارزان براتون پیدا میشه. اما درسته. خوب چی حال داری؟ خسته نباشین. بخیر هستین؟ بخیر. خان سلام. خسته نباشین. بخیر هستین؟ چی حال داری؟ چی حال داری؟ خوب است؟ خوب است. بخیر باشی، زنده باشی. درست امروز جوابای گرم. والا خوب است برادر جان. بخیر میگذره. خوب است شما. والا داماد ما بتر خانم قدر در گرمی مقاومت نداری. والا برادرم عادت بیکاری. به خدا خوب بزرگ است. خدا کمک کنه. چطور است قیمتای بوتا چند شده؟ وی بوتا کاس اونم با 60 روپا این مدل کاس 120 روپا. 120 روپا. یا باز چند است؟ یا جوره 50 روپا. جوره یا دیگه در کل تفلانه است. تفلانه هستن. بسیار خوب. یار باز شما از کجا میارین شما؟ یا از کراچی پاکستان میان، از پاکستان دیگه کمپانی میاد. پل محمود خان باز پل محمود خان ما اینجا هر جای چیز میشه ما اینجا. وجود کوتکی و کانتینرکی میاد. کوتکی میاد کوتکی. شما کوتکی میخرین یا جوره؟ جوره کی میگیریم. جوره چند روز در میخرین شما؟ روزانه نمیریم، هفته 200 جوره 300 جوره رو میگیریم. جوره چند میخرین؟ نه 40 روپا. 40 روپا میخریم. 50 روپا میفروشیم. 50 روپا سوداش. 10 روپا غریبیش. 10 روپا غریبی داره. برو شکر است. خدا را شکر هزار بار. منتهای بوتام خوب بود اکای نو است. یا دیگه ساعت دیگه خوب صحیح میارزه. یک رنگ میکنیم شده دیگه پاک و سترا میکنیم شده 1.5 ساعت میره. یک ششتن کار داره، یک رنگ کار داره. کار داره یک زمان. اما عوض روی کاسه خورده. مقبول بسازه باز نفر بخره. شکر است. قربانت بیادر جان. خداوند بزرگ است. من پیشتر امروز می دوستای ما گفتم بیا خدا خوب بزرگ است بخیر. می نایم ان شاء الله برای می دوستای یک جک براتون مشخص کنه. اگه صدای مرا میشنوین برای می دوستای ان شاء الله یک جک مشخص کنین، همون جک برن کار کنن. همین آقا نمیجا باز نمیه. همین وعده رو من بهتون ان شاء الله. چیز امر خدمت باشه. بخیر باشید. بگین چی پیام گفتین دارید گفتنید. ما قمه که اینجا ما ربانه بیخی آزار ما میده. باور به خدا که خدا بزرگ است. خدا که ما کمه بیخی به قربانتان. سلامت باشید. وقت خوش براتون میخوایم. چبلی از خود هست کیست چبلی ها؟ نفر چبلی هم هستن یا نیست از ما چبلی ها میریم انشاءالله دوسته جمعید به قسمت های پایین تر. نوری سویه کمک گیتیات که اینجا محترمه برای ناخواسته خودت اوگار نکنه. اینجا دوسته عزیز میوه خوش فروش است و همین دوسته چبلک و لیف و کسب رسانه اینجا دیگه بازار میوه خوش خسته نباشین. شکر شما سلامت هستین ان شاء الله. شکر فضل خدا است. قربانتون بخیر باشین. امروز یا بابای گرم چطور است؟ ان شاء الله بخیر میگذره. والا بخیر خوب است. بسیار اسمتون پرسان نکردم. حمید الله هستم. حمید جان. بسیار خوب. حمید جان میگه میوه خشک میفروشی. چطور است قیمتا؟ قیمتا خوب سالش. بدن نشدم. والا مردم چیز بیکار است. زیاد نمیخره. اما کم خو میخره. کم میخره. نموشم شکر است. نموشم شکر. امی هر چی که باش دمو ولاتم شکر خدا است. خداوند بهتر میفهمه. بسیار خوب. از کجا هستین حمید جان؟ از میدان شهر هستیم. کجای میدان؟ ولسوالی نرخ. ولسوالی نرخ. بسیار خوب. چطور است آب هوای اینجا؟ بخیر. سه بار پخته کرده نکرده. حالی چیز غوره است. غوره است. چند آقادم سه بار موتور کلان پخته میشه. پخته میشه. دارین باغ زمین اینجا؟ شکر دارم. چقدر زمین است باز؟ یک 3-4 جری بسته. 3-4 جری بسته. برو شکر خدا است. باز باغ دارین، درخت دارین. کشت کردین، چی کردین؟ باغم داره، درخت هم داره، چیز زمین خالی هم داره به خاطر چیز
غنم یا کچالو میکنیم. گندم کش کردن سال چی کشت کردن وزا باقا؟ خوبشه. چی کشت کردی؟ کشت چیز لوبیا کچالو یک دیگه چیز. خلاصه یه خرج زمستانه کشت کردی. آه بسیار خوب. وزا باقا چی است؟ باقا سیب است. سیب هم دارم زردالو دارم. شده زردالو پختانه شده؟ نه حالی خوب پختانه شده میدان شهر هوا یخ شد. پای پغمان خواست غوره دیگه بر آمده. آیستا زردالو میشه. اینجا خوشی هوا گرم است. اینجا سرد است. به توکل به خداوند. چی پیام گفتنی دارین؟ پیام خواهی دارم که ما چیز 12 خلاص کردیم. کانتین نخوردیم. به خاطر چیز وضع اقتصادی بیخی خراب است. حالی آمدیم یک 4 روز 5 روز اینجا کار میکنیم. چیز سودا را میگیریم. به خاطر ایدی. آمادگی درست داره. به خدا خوب بزرگ است. چی پیام گفتنی دیگه دارین؟ ندارین پیام گفتنی؟ والا ندارم خود دارم خو حالی یاد مرا دست یاد رفت. فهمیدم پیامکش بود دانکش رفت پس سر از برو. ان شاء الله ما دوستای زم تا و تا تر میریم که میجا نانای خوب سیم دوستایم مفروشن. چی تندر خوبه؟ سلامت هستن؟ شکر. ماشاءالله چقدر چشمای زیبا داری. خدا دیگه. از طرفای پنجشیر خونه نیستی؟ نه کاپیسا. از ولایت زیبای کاپیسا هستی؟ بله هم. بسیار خوب. نامت چی است؟ رشاد جان. نان میفروشی اینجا؟ بله هم. اینجا نانا را نوعی میارین؟ چی رقم است؟ کلش نان بوی یا نان گرمه. تا اینجا که نرخ نان کمی ارزان تره. مثلا چندی؟ دانه افر با در نان بوی در با دیگه افر با میفروشیم. بله. خوب باش شما باز نانوی خرزان میدن. ما را ماش میدن. ماش میدن. بله. باز شما را میفروشید. آیا میفروشیم. ما چند میدید؟ یه روز 400 300. روزه. بله. برو شکر خدا است. چه نمی که آدم کار کنه کلان گپ است. چه کنیم دیگه. برو شکر. کامی هم کار غریبی هم کامان است شکر. برو شکر. خانه با سود است. خانه است طرفای کمپانی است. کمپانی. چند سال است؟ یک 18 است. 18 سال است. بله. بسیار خوش قاور خالکوبی کردی عاشق خونه؟ نه. ورزشکار است؟ هیچ کدام. اما تو چوقی خیلی خوب. بله یا. مرد است که دفعه خیر باشی. چطور هستن کاکا جان؟ خوب هستن؟ مرد سکتانه بخیر هستن انشالله. چی حال دارین؟ سلامت هستن؟ الحمدلله. اسمتان؟ زبی الله. زبی جان. کاکا زبی. چی کاربار میکنین؟ ما اینجا نان فروشی میکنیم. نان فروشی مثل همین رفیق ما دیگه. کی بده پسر من؟ خب مثل همین رفیق ما. بله. شما من در نانوی شاگرد هستین دیگه. اینجا نان فروشی ما. چطور است میشه انشالله فروشات؟ فروشات دی روزا ضعیف است نمیشه خدا خوبش نیست. اینجا که زیادتر فروشات هم سر می دکاندار است. کسایی که میگه که چپس خرید بود میگه بیا نان دیگه بخر میذاره تمام میشه. اینجا نمیواره ما رو طرف پیش میکنه فروشات ما هم خوبش نیست. به خدا بزرگ است. به شکل الله میدونه. چند سال از یک مصروف کار هستید؟ ما 2 سال میشه. 2 سال میشه. بسیار خوب. قربانت بیادرم. در کاروبار شما برکت باشه. الهی آمین. چی پیام گفتن دارین؟ دیگه پیام ما یعنی است که ما را میگه جناب رئیس نایب بمانه و میگه کار کنیم آرام زندگی ما را قدر آزار از ما نکنه. خدا بزرگ است. مرد سکتان قربانت بریم. و ناگزیر هستیم از زور شما اجازه دلم خداحافظی کنیم. ان شاء الله تا گزارش بعد دوستای عزیز که با سلام محمد شایب میری خدمت شما حضور پیدا میکنم. همه شما را به خداوند یکتا و به همتا